خارج شد. اسفند سال 1358. به مجردی که بنده آمدم بیرون، اولا در همون روزها که استعفای بنده منتشر شد، در داخل ستاد مشترک بعضی از عناصری که بعدها شناخته شدند و کارهاشون هم دانسته شد، تلفنی و حضوری به هم تبریک گفت. 15 روز حدوداً بعد از خروج من، طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از نظر رهبران کودتای 18 تیر، بمباران مناطق حساس تهران مساوی با پیروزی در سراسر کشور است. آنها گمان می‌کنند با سقوط تهران، مراکز نظامی و اداری سایر شهرها نیز با رهبران کودتا اعلام همبستگی خواهد کرد. کودتاچیان برای استفاده از هواپیماهای نیروی هوایی به دنبال استفاده از پایگاهی هستند که به دور از دسترسی مردم باشد. بر این اساس پایگاه شاهرخی که پس از انقلاب به یاد یکی از شهیدان انقلاب اسلامی پایگاه شهید محمد نوجه نامگذاری شده بود، به دلیل برخورداری از هواپیماهای قابل تجهیز به سلاح سنگین و واقع شدن در 60 کیلومتری همدان و دوری از دسترسی مردم و سابقه کاری برخی کودتاچیان در آن پایگاه، به عنوان مرکز کودتا انتخاب می شود. زمان اجرای کودتا فرا می رسد. در نخستین لحظات سحرگاه 18 تیر، یکی از خلبانان که مأمور بمباران منزل امام است، بر سر دوراهی قرار می گیرد و تصمیم سرنوشت سازی می گیرد. این فرد که به دلایل امنیتی نامش هیچگاه فاش نمی شود، سحرگاه 18 تیر خود را به منزل آیت الله خامنه ای می رساند و نقشه کودتا را تشریح می کند. آیت الله خامنه ای، امام جمعی منسوب امام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بلافاصله مسئولان کشور و دستگاه‌های زیربط از جمله سپاه پاسداران را مطلع می‌کند. نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران با هجوم به پارک لاله، محل قرار جمعی از کودتاچیان، تعدادی از آنان را بازداشت می‌کنند. ساعتی بعد با هجوم پاسداران و نیروهای مؤمن ارتش به پایگاه شاهرخی همدان، مرکز ثقل عملیاتی کودتای نقاب در هم می‌ریزد و عوامل کودتا بازداشت و در هفته‌های بعد محاکمه می‌شوند و به سزای خیانت خود به ملت و انقلاب می‌رسند. اشخاصی که خیال کردند که یه کودتایی بکنیم و یه چند نفر را بکشیم و یه مثلا جاهایی را بکوبیم، اینا خیال میکنن که یه جاست مرکز، یه محل است مرکز یا چند محل است مرکز. اگر فرض کنین اون محل و اون محل کوبیده بشد، همونطور که در کودتاهای دیگر وقتی اون رأس را میکوبیدن دیگران کم کار داشتن یا کار نداشتن، حالا اینطوری است. حالا همه خانه ها مرکز است، همه افراد ملت ما سپاه اسلام هستند.